معنای انتظار چیه؟ ایشون این مسئله میزه. میگفت شب که هست ما منتظر نور هستیم، اما هیچ که شب تاریکی نمیشینه. دلخواه بودم چرا تاریکی نشستیم؟ من منتظر خورشیدم. منتظر خورشید هستیم، من پاشو لامپ روشن کن. تو تاریکی که آدم نمیشه. یا تو زمستون همه به یخ کنیم تو اتاق و بگیم منتظریم هوا گرم شه. بابا منتظر تابستون باش، عید باش، اما پاشو یه بخاری چراغ روشن کن. معنی انتظار اینه که بشین تاریکی. تلاش کن منتظرم باش. انتظار دروغه کسی که میگه منتظرم و هیچ تکون نمیخوره. شما بگو منتظر مهمونم، نون گرفته نه، اصلا از گاز توشه نه، سبزی دو با کرده نه، من فقط منتظرم. این انتظار به درد خورد. این انتظار که انتظار نیست اصلا. یه جوون گفتن که میخوای دوماچی چی داری؟ پول داری؟ گفت نه. خونه داری؟ نه. مدرک تحصیلی داری؟ نه. هر چی پرسیدن گفت نه. ماشین داری؟ نه. گفتم میخوای دوماچی پس چی داری؟ گفت من فقط آمادگی دارم. گفت من فقط آمادگی دارم. اخلاق اسلامیه، همسر دارید، بچه دارید، مطالعات، فکرت، ادبت کجامون به امام زمان میخوره؟ من فقط منتظرم. اون میگه من فقط آمادگی دارم. چیزی که منتظره پیدا باید بشه آثار انتظار.